موسیقی است و همش روی گیر بیا براییم. البته برنامه ستاره های رنگین میوایز بیا براییم. شما در گپ بدن نمه خراب میشه. سلام علیکم. چی گپ؟ خیلی هست. چطور کی طرفو؟ شما دعوت کردید اومدیم با تیم خود که نماینده خوب کشور ما خود داریم امشب. خب می‌خوایم در کلام خاص عید تبریک بگوییم به تمام هموطنان ما خارج از مرزها هستند یکنون اینجا برنامه را تماشا میکنن. عید از این خط تبریک میگم، عیدی که مملو از خوشی و صفا و صمیمیت در قانون گرم خانواده خود سپری بکنیم. ما خیلی خود دعوت نکردیم، چیره‌ای اومدی یا چیره‌ای یا برنامه فرق نمیکنه. از اینکه یک برنامه خوب برای هموطنان داشته باشه. چی تحفه داری؟ تحفه این خیلی پر از تحفه. چی هست این خیمه؟ این خیمه تمام هنرمندا هست. ببینید یک بار. به سلام برسد. بیایی برای بیاد ناز میکنی چی داره؟ تنها میرویس هم کار ندارم، کلتان کار دارم. جاوید جان بسیار خوش آمدی. اولتر از همه عیدکت مبارک. اولتر از همه سلام خدمت شما، خدمت بینندگان نازنینتان، چی در افغانستان چی در تمام دنیا هستند. سلامای خدا تقدیم میکنم. بعد از او عید برای تمام هموطنان نازنینم و تمام مسلمانان دنیا تبریک میگم. دیگه ای که خودت دیدم بسیار زیاد خوش شدم. خیریت هست؟ خب من اینجا کس را دعوت نکردم، من میرویس آوردیتان اینجا گفته که یک برنامه سال سرزمین اینجا برنامه را پیش میبره. کلتان خیستین آمدید. چی تحفه داری خودت؟ جان توفه خود زیاد است. دیگه یکی تو پارچه نو است از آلبوم نو بخیر خدمت شما و خدمت بیننده تقدیم خواهد کردم. میشه که آهنگ کمرباریک یک زمزمه کنیم؟ آهنگ کمرباریک یاد ندارم کدام است؟ هر آهنگی که یاد داری یک زمزمه. غیر کمرباریک تمام آهنگا رو یاد دارم. کدام شو زمزمه کنم؟ هر کدامش که گلونت خوب سال میشه. ای تو رفته برنگشته تو کجایی منی خسته دل شکسته کم نمایی در امید گشته بسته تو جدایی اشکی دیدن ریخته با تنهایی عهد و پیمان تو شکستی از وعده ها که گذشتی چیز گناهم ای خدایا که شدم تنها بس است؟ نام خدای کل خیمه یک چک موقع میرویز نام خدای یک خواندن کرد که کل کنجشگاه از درختان پرید. خب خدا زنده داشته باشید. سلام علیکم و عید قربان را برد. اولتر از همه هر ادب دارم خدمت شما و از طریق تلویزیون آریانا و تمام هموطنان عزیزی خود که چی در داخل و چی در خارج هستند عید قربان از این قلب تبریک میگم برشان. خدا از خداوند آرزو دارم که عید خوش سپری کردن و خدا کنه که چند لحظه با ما و شما هستن. به حساب امی کسایی که از وطن دور هستن دوری وطن احساس نکنن و همراه ما باشن. آمد جلالی یک هنرمند بسیار خوب که در خارج از مرزها زندگی میکنه و در اونجا بیشتر کلپای خود ثبت میکنه. بسیار خوش آمدی. بسیار خوش آمدی. بعدا با شما را خواد داشتیم مفت. ما فعلا نفهمیم جزمه خیمه را یک بگردیم بچی گذباست و همچنان عاطف جان لمر. سلام علیکم. البته سمر اول سمر است یا لمر میگم عاطف سمر. عید قربان بر تبریک میگم. شما تبریک باشه. از همه هموطنان تبریک. کسی که ما را از طریق اسکرین میبینن به همشان تبریک. زنده و سلامت. تشکر. خانه آباد. فقط عید دلتان نگرده که جاوید چرا زمزمه کرد و ما زمزمه نکردیم. جاوید خدا هر جایی که این پیش آمد خوش آمد صدای خدا نشان میده. آهنگ ایدانه دارن و میخوایم که دستجوی بخوانن. خب میشه کمیات دستجوی بخوانید؟ هوا لبریز و باران از تو میشه خزان من بهاران از تو میشه در شب‌های بی‌مو و ستاره سراپایم چراغان از تو میشه سراپایم چراغان
عیدت مبارک خوشی و دید و عیدت مبارک خوش گل عیدت مبارک خوشی و دید و عیدت مبارک خوشی و دید و عیدت مبارک خودت گفتی که واده در بهاره بهار آمد دلم در انتظاره بهاری هر کسی دست و نوروز بهاری عاشقان دیدار یاره بهاری عاشقان دیدار یاره وطن داریم گل عیدت مبارک خوشی و دید و دیدت مبارک وطن داره گل عیدت مبارک خوشی و دید و دیدت مبارک خوشی و دید و دیدت مبارک خانه آباد زنده و تشکر بفرمایید بفرمایید لمر جان یک دقیقه تو باش شما بفرمایید بفرمایید این نام تو بسیار سخت است که ما درست یاد نمی‌گیریم. یک خواندن پشتو میخوایم که زمزمه کنی برام بعد چرا؟ آها. یک زمزمه پشتو پس به پروا شل جانان دا چه حالات سنگ بدل کلو زخو کردگم یک کف و افتخار هنرمند بزنید که نام خدا چقدر مقبول آلاب کرد. زنده و تشکر. میبایز جان چیزی گفتنی جان گفتی توفه رو گرفتی؟ نام خدا کلوله